سلام به طرفدارای تیم محبوب پرسپولیس، خیلی خوش اومدین به ویدئوی پیشبازی پرسپولیس استقلال خوزستان. تیم محبوبمون که هفته گذشته به شکل باور نکردنی متاسفانه در قزوین مغلوب شمس آذر شد، حالا برای بقا در کورس قهرمانی و حفظ آخرین شانس‌هاش برای فتح 24مین دوره لیگ برتر نیاز مبرم به هر 3 امتیاز مسابقه با استقلال خوزستان داره و نباید در مسابقه امروز امتیازی رو از دست بده. پرسپولیس که فصل گذشته در تقابل با همین استقلال خوزستان زندگی تازه‌ای پیدا کرد و با یک بازگشت رویایی در فاصله 2 هفته مونده به پایان مسابقات به صدر جدول تکیه زد و با تساوی استقلال در قائم شهر به صدر جدول رفت تا روز قهرمانی در صدر جدول موند. تیم محبوبمون تحت شرایطی میزبان استقلال خوزستانه که در 6 بازی قبلی خودش با این تیم در ورزشگاه آزادی به چیزی جز برتری دست پیدا نکرده و موفق به کسب امتیازات کامل این دیدار شده. حالا باید ببینیم قرمزپوشامون توانایی کسب 7مین برد متوالی در مقابل استقلال خوزستان رو در ورزشگاه آزادی داره یا نه که 100% هم داره. روزهای خوش استقلال خوزستان با رفتن بوژوویچ. گرچه آبی‌های خوزستانی در اولین دیدار خودشون بعد از جدایی بوژوویچ مغلوب ملوان شدن، اما بعد از اون شکست به خودشون اومدن و از 3 بازی اخیر خودشون 7 امتیاز کسب کردن تا اوضاعشون در جدول بهتر از قبل بشه. آبی‌های خوزستانی با تفکرات امیر خلیفه چادرملا و نساجی رو شکست داد و ترمز سپاهان رو در نقش جهان کشید. قطعاً آبی‌ها برای مسابقه حساس امروز از انگیزه‌های خاص خودشون برخوردارن. کفه ترازو به نفع ما پرسپولیسیا سنگینی میکنه. 2 تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان تا به امروز 15 مرتبه در رقابت‌های لیگ برتر به مصاف همدیگه رفتن که سهم پرسپولیس 8 برد و سهم آبی‌ها 2 پیروزی بوده. 5 مسابقه هم با نتیجه مساوی خاتمه پیدا کرده که در این 15 بازی پرسپولیس موفق به زدن 21 گل شده و استقلال خوزستان هم 12 گل به ثمر رسونده و اما 6 بازیکن پرسپولیس که راه دروازه رو میشناسن. در جمع بازیکنای فعلی پرسپولیس علی علیپور، حسین کنعانی زادگان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، عیسی آل‌کثیر و اورونوف سابقه گلزنی به استقلال خوزستان رو دارن و باید ببینیم کدوم یک از این 6 بازیکن توانایی باز کردن مجدد دروازه آبیای خوزستان رو دارن. و اما خبر بسیار خوش برای ما خانوم‌ها، ورود آقایان ممنوع. پرسپولیس در بازی امروز خودش مقابل استقلال خوزستان به دلیل رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فقط میتونه از هوادارهای خانوم خودش روی سکوها میزبانی کنه و این یعنی خبری از آقایون پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی نیست. برای بازی امروز 20,000 بلیت در سامانه بلیت فروشی شارژ شده و باشگاه پرسپولیس تخفیف 50% برای فروش بلیت ها در نظر گرفته بود. این رو هم بگم که من بلیت رو تهیه کردم. امروز نماینده شما صدای پرسپولیسی ها توی ورزشگاه آزادی هستم. اگر بتونم حتما براتون لایو میگیرم، اگر نه که ویدیو میگیرم و صحنه ها رو حتما توی چنل براتون میذارم. یادتون باشه ویدیوی بعدی رو حتما نگاه بکنین که خالی از لطف نیست. که بریم سراغ ادامه ویدیو. پرسپولیس در بازی رفت مقابل استقلال خوزستان با تک گل محمود مطلقزاده مغلوب آبی‌ها شد و حالا باید دید توانایی گرفتن انتقام از این تیم رو داره یا نه که مثل همیشه جواب ما هوادارا روشنه، قطعاً داره. پرسپولیس با کسب 47 امتیاز از 24 مسابقه در رده 3 جدوله و استقلال خوزستان 28 امتیازی به رده 10 تکیه زده. البته نتایج بازی‌های تراکتور استقلال و آلومینیوم سپاهان در عراق هم روی این بازی تأثیر خواهد گذاشت و روی انگیزه بازیکن‌های پرسپولیس اثر قابل توجهی میتونه داشته باشه. بازی عراق همزمان با بازی تهران، تساوی پرسپولیس با استقلال خوزستان و برد احتمالی بعدی تراکتور مقابل چادرملا میتونه اختلاف رو به 9 امتیاز برسونه و شکست پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان اختلاف رو به 10 امتیاز میرسونه و عملاً تراکتور میتونه با حفظ اختلاف امتیاز در پایان هفته 27 جشن قهرمانی بگیره. ضمن اینکه پرسپولیس یه بازی حساس مقابل سپاهان در تهران داره که همه جوره به نفع تراکتوره.
و اما جام جهانی فرصتی ویژه برای مدیرای پرسپولیس. تور پرسپولیسیا برای صید چند ستاره مطرح. فصل آینده برای بازیکنان لیگ برتری فصل ویژه‌ای به حساب میاد. دلیل این ویژه بودن همینه که انتهای سال بعد به جام جهانی ختم میشه و همه بازیکن‌ها انگیزه فوق‌العاده‌ای برای درخشش در لیگ و حضور در لیست نهایی کادر فنی تیم ملی دارند. حتی بسیاری از بازیکنانی که لژیونر هستند و شرایط خوب و پایداری در تیم باشگاهی خودشون ندارن هم ممکنه به فوتبال ایران برگردن و در تیم‌های داخلی بازی کنند. به همین خاطر تیم‌های لیگ برتری فرصت بسیار خوبی برای جذب ستاره‌های ایرانی دارند و میتونن از جام جهانی به عنوان یک نیروی محرک برای جذب ستاره‌ها استفاده کنند. تیم محبوبمون 3 سال قبل و در سال منتهی به جام جهانی 2022 قطر دقیقاً از این موضوع نهایت استفاده رو برد و تیم بسیار خوبی بست. 3 سال پیش هم چند لژیونر مثل علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلیگنجی برای حضور در جام جهانی از تیم‌های خارجی خودشون به پرسپولیس پیوستن و در نهایت با درخشش در لباس پرسپولیس مجوز حضور در جام جهانی رو به دست آوردن. در اون سال باشگاه پرسپولیس بیرانوند رو از بلژیک، پورعلیگنجی رو از چین، سروش رفیعی و دانیال اسماعیلی فر رو از سپاهان و سعید صادقی که ستاره لیگ بود رو از گلگوهر به خدمت گرفت و تیم قدرتمندی رو روونه لیگ کرد. بازیکن‌ها هم از اینکه فرصت بازی برای تیم بزرگی مثل پرسپولیس رو به دست آوردن و البته با دیده شدن در این تیم میتونستن شانس حضور در جام جهانی رو داشته باشن، راضی میشدن تا با پول نسبتاً کمتری نسبت به تیم‌های صنعتی به تیمی مثل پرسپولیس بیان. به طور حتم خیلی از بازیکن‌های لیگ برتری و حتی لژیونرها هم در سال جام جهانی دوست دارن به فوتبال ایران بیان و در تیمی مثل پرسپولیس بازی کنن. به همین خاطر این یک فرصت طلایی برای مدیرای پرسپولیس خواهد بود تا بتونن تیم قدرتمندی رو برای فصل آینده ببندن. حالا باید دید در فصل آینده کدوم لژیونرها برای حضور در جام جهانی به فوتبال ایران برمیگردن و مدیرای پرسپولیس چه برنامه‌ای برای جذب اونها خواهند داشت. حالا باید دید در فصل آینده کدوم لژیونرها برای حضور در جام جهانی به فوتبال ایران برمیگردن و مدیرای پرسپولیس چه برنامه‌ای برای جذب اونها خواهند داشت. گفتنیه که از همین حالا چند لژیونر مطرح در گفتگو با اطرافیانشون اعلام کردند در صورت رسیدن پیشنهاد خوب از تیم‌های مطرح داخلی دوست دارن به ایران برگردن و در سال منتهی به جام جهانی جلوی چشم کادر فنی تیم ملی حضور داشته باشن تا بتونن عضوی از کاروان ایران در جام جهانی سال آینده باشن. در نهایت پشت پرده ناراحتی ما پرسپولیسی ها از تصمیمات فدراسیون متاسفانه باز هم افشین پیروانی و مدیر رسانه‌ای پرسپولیس به کمیته اخلاق دعوت شدند تا موجی از ناراحتی ها در بین ما هواداران پرسپولیس ایجاد بشه. این خبریه که در نوع خودش عجیب به نظر میرسه، دعوتی که باعث شد تا هوادارای پرسپولیس در فضای مجازی به شدت علیه اون موضع‌گیری کنن و با اشاره به اتفاقات دیگه‌ای که در فوتبال ایران رخ داده از این تصمیم‌ها ابراز گلایه کنن. موضوع دائمی ما پرسپولیسی ها به همون پرونده قدیمی شکایت باشگاهمون از علیرضا بیرانوند برمیگرده، پرونده‌ای که با گذشت 25 هفته از رقابت‌های لیگ برتر هنوز رمزگشایی نشده و هنوز حکم قبلی کمیته انضباطی رو که فسخ قرارداد بیرانوند رو غیر قانونی قلمداد کرده بود تایید نکردن. اتفاقی عجیب و بی‌سابقه که در فوتبال ایران و حتی جهان موردی شبیه و حتی نزدیک به اون هم وجود نداره. سوال ما هواداره پرسپولیس اینه که مگه میشه بازیکنی قراردادش رو به شکل غیرقانونی با باشگاه قبلیش فسخ بکنه و راهی تیم دیگه‌ای بشه و با همون تیم در آستانه قهرمانی قرار بگیره اما هنوز حکم این اقدام غیرقانونی اعمال نشده باشه؟ از طرف دیگه مسئله مورد اعتراض ماها به سیاست‌های دوگانه فدراسیون فوتبال و کمیته‌های زیر مجموعه اون به اقدامات مشابه پرسپولیس با باشگاه‌های دیگه مربوط میشه که البته با نتایجی متفاوت هم همراهه.
پرسپولیس به شکل ویژه‌ای مصاحبه‌های خداداد عزیزی رو به شکل ویژه‌تر مورد اشاره قرار داده و تأکید داره که چطور سرپرست مشهدی تیم تراکتور به راحتی علیه باشگاه پرسپولیس و ما هوادارای این تیم موضع میگیره اما از سوی کمیته اخلاق دعوت نمیشه. اما افشین پیروانی به عنوان مدیر پرسپولیس طی 2 هفته 2 بار به کمیته اخلاق دعوت میشه. واقعا عجیب و بی سابقه است. البته که هنوز فدراسیون نشین ها پاسخ درستی به این اعتراض ها نداشتن، اما ما پرسپولیسی ها دلیل تمام این اتفاقات رو به اختلافی که بین مهدی تاج و رضا درویش ایجاد شده مرتبط میدونیم، موضوعی که بیشک باید در زمان مناسب به اون پرداخته بشه. و در نهایت به امید درخشش سرخپوشامون در میدون نبرد امروز، دلهامون با پرسپولیس تا امروز پیروزی شیرینی رو رقم بزنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو منو همراهی کردین. اگر لایک نکردین لایک کنین، سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین، چون من هم امروز دارم میرم استادیوم. خالی از لطف نیست اگر چنل رو سابسکرایب بکنین. به امید پیروزی، به امید برد، بریم ببینیم چی میشه. اگر شما هم از اقوام و آشناهاتون و دوستانتون خانومی هست که امروز توی باشگاه، حتما دوست دارم که برام کامنت بذارین. اگر میشه ما رو با هم لینک بکنین، خیلی دوست دارم ببینمتون. بریم ببینیم بازی امروز چی میشه. به امید پیروزی.